روز درویشه از راه میگذشت. ناگه چشمش به جوانمردی افتاد که به نهایت عظیم‌الجثه، کلان و پهلوان بود. در تنه تابسنگ چی کاری کرده ایستاده بود. درویش از شخص پرسید: ای مرد خدا، چی میکنی؟ گفت: میخواهم که نام خود را در تنه نمین تابسنگ کلان کلان، کنده کنده نویسم تا که هر کسی از این راه میگذره نامی مرا خواند. درویش گفت: ای جوان، تو مردی خوب هستی، مردی دانا هستی، پرقوت هستی، اما این کارت خطاست. گفت: چی خیر؟ اثبات کن. درویش گفت: بعد چندین سالها کوهها از برف و باران یرد شده به بالای هم میریزند و توبه ها میشکنند، بالا به بالای هم فرو می آیند و روزی از روزها انمون یرچ ها به بالای نمین تاوهی که تو نام خود را نوشته ایستاده ای می آید و نام تو گم می شود. جوانمرد گفت: پس من چی باید کنم که نامم در این دنیا باشد و ورد زبان هر یک شخص باشد؟ گفت: تو یک کاری نیکی کن که همیشه در یاد مردم اون نیکی یاد کرده شد، نه اینکه با بدی و ظلم و ملامت. و اگر سخنی سختی هم مبود و کسی را برای منفیتش گفته باشی، این بدی نیست، این نیکی است. و البته که کوشش کن نامت در این دنیا به نیکی یاد کرده شود. جوانمرد پشیمان شد و از پی نیکی کردن و از پی به کسی منفعت آوردن تلاش کرد. پس بیایید ای مردم با هم دیگر مهربان باشیم، قدر یکدیگر را بدانیم، هیچگاه کسی را نآزاریم و البته هنری را انتخاب کنیم یا کاری را انتخاب کنیم که در خاطره های همه نقش بنده تا ما را بعدی رفتن ما به نیکی